صالحی حالا ارسال انجام میده، یه ضربه سر از محمد نوری. نقیزاده دوباره خوده محمد نوری، محمد فر ارسال به داخل محوطه جریمه، نیازمند بیرون میاد و قبل از فرغاز پرتاب انجام میده، ضربه سر محکم، فرصت برای تیم سپاهان و احمدی داشت یه پاس گل میساخت برای کیروش. محسن مسلمان کورنر رو ارسال میکنه، خیلی بلند این ضربه سر رو میزنن بازیکنای تیم سپاهان. کورنر تکرار میشه، جلوی ضد حمله احتمالی رو بگیره. یه ارسال داخل محوطه، ضربه سر، فرصت هست در توپ دوم و احمدی. علی قربانی یه پاس خوب، فرصت هست حالا برای محمدی، ضربه رو میزنه با پای چپ مهرداد محمدی و واکنش خوب رحمان احمدی. سپاهان که با درخشش احمدی راهی به چارچوب پا به توپ فضای خوبی رو داره، ارسالش رو انجام میده. علی قربانی فرصت هست برای کیروش، یه تکل محکم و توپ رو دور میکنن از اون منطقه. مسلمان ارسال پای چپ، ضربه سر از کیروش، فرصت هست برای سیاوش یزدانی. داشت دوباره در نقشه گلساز ظاهر میشد کیروش. این ضربه سر، توپ رسید به سیاوش یزدانی و در مسابقه مطبوعاتیش میگه تکسیرا رو میفرسته تا مسابقه کنه. حالا یه موقعیت هست برای تیم پارتی، یه ضربه سر از مجید علیاری. کمان کورنر رو ارسال میکنه، ضربه سر، گل توی دروازه. بالاخره رحمان احمدی اشتباه میکنه در خروجاش و کیروش بازیکنی نیست که به این راحتی این موقعیت ها رو از دست بده. کیروش استنلی سوارز میکنه با خالد شفیعی، این ارسال ولادیمیر کمان، خروج ناموفق کیروش رحمان احمدی و ضربه سر کیروش استنلی سوارز که حساب کار رو 1-0 میکنه به نفع تیم سپاهان. حالا با این نتیجه سپاهان 41 امتیازی میشه و در میانه میدان حالا نوری راه میندازه مجید علیاری رو با پای چپ، از همونجا ضربهش رو میزنه مجید علیاری که توپش با اختلاف علی قربانی. فرصت داره مهرداد محمدی، روی پای راستش هست مهرداد، سانترش رو انجام میده، اعتقاد به خطای هند داره روی دستش مهرداد محمدی درگیر است با محمد فر، همچنان خود مهرداد محمدی میاره روی پای چپش، حالا ارسال انجام میده، فرصت از یه ضربه سر و رحمان احمدی. مهرداد محمدی مطابق انتظار اوورد روی پای چپش و این ارسال انجام داد به تیر. حالا سوت رو میزنه، نقیزاده ضربهش رو میزنه به دیواری دفاعی، برخورد میکنه. در برگشت بازم بازیکن سپاهان موفق تر. یه ارسال داخل محوطه، یه ضربه سر از فرزاد حاتمی. جعفری یه ارسال، یه ضربه سر خطرناک از علی قربانی، به خوبی استفاده بکنه. استقلال 37 امتیازی، تفاضل گلش انقدر خوبه که اگه بتونه پیروز بشه، یه ضربه از فاصله دور. جایگیریش انقدر خوب بود پیام نیازمند که تونست توپو بگیره. یه خطا، کارت زرد دوم محمد مهدی عسکری کارت زرد دوم میگیره و از زمین اخراج میشه. این تکل بد عسکری. حالا این پرتاب انجام میده، یه ضربه سر دیگه، فرصت هست برای تیم سپاهان. این پرتاب عزت پورغاز هست، ضربه سر اولو کیروش زد، اینجا یه پا کم آورد. به دنبال توپ مهرداد محمدی، حسن جعفری. دیگه کم کم باید چه منتظر شنیدن صدای سوت پایان بازی باشیم. همین اتفاق هم میفته، سوت پایان بازی، سجده شکر مهدی کیانی و